به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما من شورت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخطی مهمترین خبرهای روز. حکومت تاجیکستان به فعالیتی ببیاتونها توجه ظاهر می‌کند. پشنیهادی به نام امامعلی رحمان گزاштانی نیروگاهی برقی آبی روغون. لیمیتی برق رسمن اعلان شد. بررسی تعمیر نیروگاهی برقی آبی نورک. خدایبردی خالق نظر رهبری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان روز گذشته 31 اکتبر در همایش سمت‌های اساسی فعالیت جامعه شهروندی در زمینه پیشگیری تندگرایی دینی که در شهر دوشنبه برگزار گردید با نگرانی هرچی بیشتر ابراز داشته است که در این اواخر ببیاتونها در شهر و نواحی تاجیکستان فعال شده اند و آنها در بین زنان جمهوری ترغیبات دینی میبرند. با گفته این مقامدار تاجیک ببیاتونها در بین زنان آبرو و احترام خاص دارند و یک منشأ ترغیبات دینی محسوب می‌یابند. ببیاتونها در بین جوانان نیز کارهای ترغیباتی را پیاده ساخته یک محیط اسلامی را به عمل آورده اند. همچنین در کنفرانس مذکور تاکید گردیده است که امروزها از تاجیکستان 1100 نفر شهروند در صف داعش قرار دارند و آنها در عراق و سوریه در جنگ‌ها شرکت می‌ورزند. از ولایت ختلان 210 نفر و از سوخت 394 کس به صف رزمندگان پیوستند که اکثر آنها از طریق روسیه به خاورمیانه رفته‌اند. یادآور می‌شویم سال گذشته ماه دکبر ببیاتونها با لباس یگانه ملی بار نخست در ملاقات رئیس شهر خوجند اشتراک کرده بودند، اما این لباس آنها به طلبات شریعت اسلام تماما جوابگو نبوده به نظر می‌رسد ببیاتونها را اجباراً به بر کنانیده اند. انتظار می‌رود من بعد بازجویی، دعوت به مقامات و حتی بازداشت زنان به حکم عنعنه خواهد درآمد. حکمت الله نصرالدینов اربابی سیاسی کشور در اواخر سالهای 80 عصر گذشته که قبلا هم با پیشنهادهای مداحانه اش مشهور شده بود پیشنهاد کرده است نیروگاهی برق آبی روغون به نام امامعلی رحمان گذاشته شود. او گفته است در شرایط تنزل اقتصاد کشور و بحران مالی و اقتصادی جهانی همگونه ارباب دولتی در احیا و برقرار کردن ساختمان این خیل انشاءات بزرگ گیدروانرژتیکی نه تنها تاجیکستان بلکه تمام منطقه به شک و شبهه راه میداد. قبلا نصرالدینov پیشنهاد کرده بود امامعلی رحمان رئیس جمهور یک عمری برگزیده شود و هیکل او در مرکز دوشنبه گذاشته شود. همچنین او پیشنهاد داشت رحمان به جایزه صلح نوبل پیشبری شود. نصرالدینov برای پیشنهادهایش تا امروز یگان منصب یا خانه گرفته است یا نه معلومات دسترس نشده است. شرکت سهامی و هلدینگی برق تاجیک جاری شدن لیمیتی برق را رسما اعلان کرد. این در حالی است که هنوز 16 روز پیش ساکنان نواحی تاجیکستان از محدودیت انتقال برق شکایت کرده بودند. اما بنا به اعلان این شرکت در شهر دوشنبه مرکزهای ولایت‌ها و شهرهای کلان صنعتی تأمینات با برق محدود نمی‌گردد. شرکت برق تاجیک هر سال میگویند که لیمیت برق به خاطر حفظ آبی آبانبار نارک گرفته می شود که در فصل سرما از کم شدن سطح آبی دریای وخش به کمبودی آب دچار می شود. حدود 80% تاجیکستان را نیروگاه نارک با نیروی برق تأمین می کند. ضمناً در فصل سرما تاجیکستان به 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد، اما در فصل تابستان برای استحصال اضافی نیروی برق خریدار نمی‌یابد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2006 وعده کرده بود که سال 2009 لیمیت برق برای مردم کشور افسانه خواهد شد. بعداً سالهای 2009 و 2011 دو مرتبه از مردم دعوت کرد 2 سال دیگر صبر کنند، اما با گذشتن 10 سال هم لیمیت نه تنها افسانه نشد بلکه بیشتر شده افسانه شدن خود برق به حقیقت نزدیکتر شده است. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان با پاتریسیا ویورسکارتر رهبری نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان مسئله های تعمیر نیروگاه آبی برقی نورک
و وضع مالی شرکت برق تاجیک را بررسی کرده است. هنوز جزئیات این صحبت معلوم نیست، اما قبلا مقامات تاجیکستان ادعا کرده بودند که در صورت تعمیر نیروگاه نارک عمر آن 100 سال دیگر دراز خواهد شد. برای تعمیر این نیروگاه حدود 600 میلیون دلار ضرور بوده است که مقامات کشور قبلا از بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک جهانی درخواست سرمایه گذاری کرده بودند. مسئله قرضهای شرکت برق تاجیک هم به مشکلی بزرگ تبدیل یافته اند. الان این شرکت قریب 13 میلیارد سومانی قرضدار بوده، سال گذشته قریب 3 میلیارد و نیم ساله اول سال جاری 1 میلیارد و 106 میلیون سومانی ضرر دیده است. اما کارشناسان با دلیل مخفی بودن حسابگزاری ها در این شرکت حقانیت ضررهای بزرگ این شرکت را زیر سوال میبرند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. با دنبال زنگ تلفنی یک نفر نامعلوم که گفت در بنای فرودگاه بمب گذاشته شده است، یک چند پرواز در فرودگاه بین المللی مناس قرقیزستان به تأخیر افتاد و مسافران را موقتا از بنای فرودگاه بیرون کردند. خدمات مطبوعات فرودگاه مناس گفت که این حادثه روز 31 اکتبر رخ داد و خادمان حفظ ترتیبات و مینکاب‌ها هیچ بمبی را در فرودگاه پیدا نکردند. پلیس به جستجوی نفری آغاز کرده است که توسط تلفن از بمبگذاری در بنای فرودگاه مناس خبر داده است. مقامداران شهر مسکو تصمیم گرفتند که خیابان را به نام اسلام کریموف گذارند که وی پرزیدنت نخستین ازبکستان و یکی از درازعمرترین رئیس جمهورهای منطقه بود که سال جاری وفات کرد. گفته می شود در پایتخت روسیه نامگذاری کوچه و خیابان‌ها به نام اشخاص تاریخی و نمایندگان فرهنگ و ادب، سیاستمداران ماهر رسم گشته است. در این اواخر یک خیابان در قریبی‌های سفارت مکزیک به نام میگل ایدالگو گذاشته شد که وی یکی از مبارزان راه آزادی در این کشور به شمار می‌رفته است. خبرگزاری‌ها اطلاع می‌دهند که کشورهای ترک زبان دنیا سمیت خود را که می‌بایست در 3 ماهه آخر سال روان برگزار می‌گردید به تأخیر گذاشتند. شورای همکاری کشورهای ترک زبان امسال باید در بیشکک قرقیزستان برگزار می‌گردید، اما با اقدام این کشور به وقت نامعین موقوف گذاشته شد. در رابطه با این وزارت امور خارجه این کشور خبر کرده است، اما کشور قرقیزستان شرح نداده است که به چه دلیل این سمیت را به قفا گذاشت. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصلی خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش‌های نوبتی، خیر، خدا یار و مددگار شما.